مهاجر است. خب دوستان عزیز همین نوار را بگذاریم که ما یک بار شهر بتیم زیر این نوار. یاس خانه دا مردم بدخشان دا یک اینا میشه بچه کلوب گفتانیم دا همه بیسون چور تا پشتی همه یک چور تا جنایت کار همه اودا میگی همه امروز یک جامعه تیز یورو میبوره امروز بایی درجه آورده رسونده باید مردم بدخشان باید پشیبوره نگیرن در ولایت قانون باشن باید که این آدمو نزد قانون را جا بودن یکی اگر پای این مردم باید فراموش نکنن مثال ما خلقی کلوب هیچی نداشته ما تاجیکستان را آرام کردیم ما مثال ده بزنیم ما ترسوندنی نیستیم برای ولایت قانون برای که باید همین قانون تنگی باشه آرامی باشه عسکرهای پیاده‌گرد جناب عالی در کلوب شهر در تاجیکستان در شهر کلوب مهم بچه نمیره با همون وارو دفاع میکرد که عسکرای پیاده‌گرد و سوارگرد و اسب سوار و خر سوار و ای بلیازی این روباری استاد رستم نبی وقتی ما هم وقت تیارم که همون وقتی که دولت حکومت ما را دعوت میکنه ما تیاریم. خب دوستای عزیز گرچند یک نواری بسیار با طور مسخره‌آمیز خب اینو نوار کردند البته از خدی کوچک ادم سه چهار تا همون بیچاره رهگذر و شاید نمیدونم عرابه‌گرد و شاید راننده و کسایی را جمع کردند اما ما باید پیامک‌های را گوش کنیم پیامک‌های این نوارها را بشنیم صحبت کنیم که آینده این نوارها آینده این مناقشه‌ها آینده این گپ و خبرها چی است روز از درواز روز دیگه است از نمیدونم از پلچوان روز دیگه است از یک جای دیگه امروز الکاز از کلاب فردا طبیعی که میره ولایت سوق پس فردا دوشنبه پس فردا یعنی الکای همون چیزهایی که سال 92 و 97 بین منطقه ما را جنگ موندن و وافچیک و غفچیک و یوفچیک و فلان و بیمدان کردن باز دوباره همون را یا زنده دارند یعنی عاقبت این همه عملها باز هم منطقه را چروندن از جنگاندن از دو منطقه را با هم جنگ کردن از تو پامیری من کلابی تو سعودی من بدخشانی تو زرفشانی من وحدتی من دوشنبگی یعنی این چی پیامک داره آینده این ملت در خطر است بین ملت یک ملت آوردن بین یکدیگر منطقه را داره جنگ میدوزند نظامی محشر را بردن در بدخشان پیاده کردند مردم حقی گشتن نداره مردم شب تا سحر در حالت ناآرامی خواب و غذا میخوره یا اومدن از منطقه‌های دیگر استفاده بردن ما شهر بچه‌های پیاده کلاب ما شهر بچه‌های بلجوان ما شهر بچه‌های ونج درواز در مقابل اون مردمی که مظلوم از ظلم دیده از فرزنداش کشته شده است امروز داره دو سه تا زندان کردن این مردم برورن در مقابل یا گپ زده هستند آیا یک مشاور پرزیدنت او به سوادا نشسته فکر کردین این عمل باعث جنگ بزرگ میشود در منطقه این عمل شما باعث منطقه ها را نفرت آوردن میشود فردا یک بدخشانی یک کلابی یک بچه کلاب در یک جامعه خبر میزنه فردا یک کلابی میره دنبال یک بدخشانی جنگ میکنه در بین میبیاد بین منطقه جنگ رزبار خدا نکرده دست یا سلاح میافته چیکاری انجام میتن یو بین یکدیگر آدم خری میکنن یکدیگر را میکشن میفهمین وطن دوست میگین خودتون لاف از پاتریوتیسم میزنید اینجا میفهمید چقدر مصیبت صورت گرفته است عاقبت اینا میدونید چی است شما به خاطر سیاست پوچ و بی‌معنیتون منطقه را در خون نکشین مردم کلاب و مردم بدخشان با هم جنگ ناندازید دو سه تا پیاده‌گرد کوچه‌گرد آوردن بیچاره مجبور در اینجا مونده نبیارین یک مردم کلاب با مردم بدخشان مردم درواز با مردم بدخشان مردم غرب با مردم بدخشان یا برعکس این جنگ ناندازین دشمن نکنین وظیفه شما این نیست امنیت آی کارگری داخلی شما صلح در امنیت در جامعه پیاده کردن است امنیت پیاده کردن است برعکس در داخل دل و گرده و جگر مردم نتخم نفرت کاری دستین شما ما لشکرهای پیاده‌گرد جناب عالی ما میجنگیم آی مردم شما زورین برین ای واروق دفاع کنین شما زورین برای از بدخشانه که کشت استیان دفاع کنین از اون مادری بدخشانی دفاع کنین از مادری گلبدین دفاع کنین آی مردکای شکم دم چه کار را انجام دادستین شما برای بخاطر یک سیاست پلیدی 4 تا بناموس میدانین چه کار کردستین آینده جامعه را در خون نخلونه مردم نکشین فرزند این ملت از این سیاست پس شما
باز هم کل خون میگیره آینده با این عملی که شما داره کردین. یه برزگاوا دفع میشن، فرار میکنن، یا که مرده میشن، یا که از دنیا میگذرن، اما منطقه را به خون میکشن شما با این عمل هاتون. بسیار پیامک های بد داره. واقعا جامعه باید نظر بکنه چیکار انجام میده. هر کسی که میبره رو پروی دوربین میخوای گپ زنین، اول فکر کن. سیاست رفتنیست، دولتداری رفتنیست، ملت باقیست، ملت ها میمونند، ملت باقی میمونه، جامعه میمونه. شما میدونید چه کاری انجام دادستین؟ من در حیرت هستم واقعا در عمل هایی که بین دو منطقه صلح میگن، شبات میگن، شغل گفتی همون شغل شبات، اما اومدن جنگ پیاده کردن. بله. سلام علیکم. علیکم سلام. اکای سلام سودن چینجه. تشکر. ما همین وابسته به وضعیت بدخشان گفتیم یک صحبت کنیم خدمت شما. بفرمایید. ما شهر گفته شما را زنگ زده استیم. ما به نهایت مردم بدخشان را حرمت احترام میکنیم. خب. مردم بدخشان خود مردم سربلند است. نیکی اما ایراد یک چیز فراموش نکنید که برای یک دو نفر جنایتکار همه مردم بدخشان در نظر نداره. یک دو نفر جنایتکار باید در نظر قانون جواب بده، یا که جنایتکار مثل گلبدین باید بکشین، 5 تیر در تنش بزنین، پاراست بکنین. چه خیلی هستین؟ قانون در کجا هست؟ جنایتکار باید در نزد قانون جواب بده. پس چرا اون نفر در دری ماشین کشتین، تیکه تیکش کردین؟ اگر جنایتکاری که خودش به مقامات نسپرد، او را زنده قپیدن، نوارش از زنده قپیدن، داخل ماشینش بردن، از اون جسدی به جانش آمد. او چی گپ است؟ امی خودت ای دور شیشته اوزا چه فرقی چه خیلی سوال جواب ده از دور شیشته. من اسناد قضیه گپ زده استم، نوارا میگذارم. من سوال خودت را جواب داده استم. بیسک ما گپ زنم. ای دور شیشته که اوزا شنیده استین. شما ای کجا میدونید که او زنده بود؟ اون نوار دروغه. نوار اصلی کارگرای نظامی امانز قپیده برده سیانش داخل میبرن، نامعلوم گجا میشوه. بعد از چند که جسدی به جانش. این گپ 100% دروغه برای شما راسته. این شما گپ دروغه رو. ها جسدی همون را دیده که اینا مقاومت کرد. یک تیر برای همون نفر بسنده است. برای چه همه عضو بدنش تیکه تیکه بود. وقتی که جنایتکار با طرف کارمند مقامات حفظ آخه یک تیر دمه میمونه همین نفر. آخه بعد پدر عقل تونقه شماره مردک خوب. یک تیر دمه میمونه نفر. برای چی 5 تیر میزننش؟ برای چی تمام عضو بدنش تیکه تیکه میشوه؟ ها بچه شما آدم تول شده از سگ تول شدین. چی با عصبی میشه؟ برای چی شما تأخیر میکنید در حق ملت پاره داره میگه او جنایت کرده. پدر سگو بناموسو مردم ددری ماشین و جوان بردن تیکه تیکه کردین، تمام عضو بدنش ریزه کردین. چی خیل جنایت، چی خیل مقاومت کرد؟ کسی که چی خیل خلق و خلق داره، کسی که چی خصلت داره، دیگران را رنگ خودش حساب میکنه. همین پدر سگ، مادر سگ، همش که خودت که هستی بعد دیگران را رنگ خودت مقایسه نکنیم. ایراد دیگران را مقایسه نکنیم با مو. وقتی تو هم بیا چهره تا نشان ده که مردم تو را بشناسه که یه روزی در کار شه برای مردم که در پیش چشم تو استغفرالله نشان ده چهره تا گیران کامera تا صورت گل مونده یا شعر عاشقی نویسه آدمی نشان ده چهره تا مردم شما را ببینه، مردم بخون شما شریک شوه، قسم خون شما را بخوره. گیران کنه چهره تو نه متهم گیران که چهره تا مردکی شما مرغ نمه پروسا شما این مردم بیچاره را این همین مظلوم دیدگه هر قاطی صدا بلند میکنه شکستین مردم ها، تیکه تیکه کردین، پاره کردین، تجاوز کردین، تحقیر کردین، اما چهرهاتون نیست آشکار بروین به نام خدا قسم مردم کو در همین تیکه تیکه تون میکنن روز و ساعتش میرسه. جنایتکار را دستگیر میکنه مردمی گیران که چهره تا او قدر مرده که چهره تا گیران که چهره تا گوینه تا جنایتکار نیست. گیران که جنایتکار پنهان میشوه، جنایتکار از نظر مردم پنهان میشوه. چهره تا گیران که میرینین تلخکفین از این مردم میدونه که این مردم برمیگرده، مردم برمیگرده اما با دیگر راه برمیگرده. شما خیال کردین که ما هم یک امروز گپ میزنیم، شما
نشان میتین و چه هزار تا که شما کی هستین؟ شما فقط فکر کردین 24 فقط گپ میزنه. شما صبر کنین. شما گپ زدن گیرین خیلی. گپ زدن گیرین، دفاع کردن گیرین. نکمی مردم به نام خدا قسم هر یک جوان در داخلی نمی عصبش میداریم بیدارشون میکنیم که در مقابل شمای موش مردم هم خیلی اثبات شوه. شما را چهرهاتون را نشان بتن. شما را کوید همه حق شما را با خدا قسم واقعا عصبی میشه بعضا موریده در حق مردم تحقیر میکنن. به مردکی خوب او بردهن کشتیانش مقاومت کرد، آخای کرد، 1 تیر، 2 تیر، 3 تیر، 5 تیر، 100 تیر داشت، تمام شد. برای زنده بخواه جا بچه خلاص شدی. نظامی رفته، پروفسیونال رفته از جنگ نمیره ای سری دیگه یا شده کس از جنگ بری مدام سلاح داشته است، متخصص جنگ میروه نگاه میکنه فضا را گجاده او چکا کده سای یا تیر میزنه یا تپانچه او 1500 تیر نمیبره که 1500 سرباز شما را بکشه. رو تونسیا میکنه مقاومت که چند کس کشت، چند سرباز رانی چیده تیر خورده گای کنیش. مردم به همین بهونه به همین پروپاگاندا دروغ فریب کردن. او با مقابل حکومت مقاومت کرد، فلانی مقاومت کرد. قپی دنوش زنده بردنوش پورش کردیم. برای چی؟ سرش 1000 جاش سیاه شرم، پشت تیکه است، پشتش همه جاش سرخ سفید کندگی، اعضای بدنش پر از شکافی و پر از کندگی و دریدگی. برای چی؟ جای مقاومت داخل داره. مثل یک انسانی که در کوه شیر میخورد، گرگ میخورد، یک حیوان میخورد، همون خیلش کردین.